الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و علی آله و اصحابه و من والاه. دوستان عزیز، راستی همین نوار چند روز است که در شبکه‌های اجتماعی دور میزند. این نوار رو اکثریت ما و شما امروز دیده ایستادیم. واقعا حالت خیلی زیاد گذشته است. حتی از دوران جاهلیت هم نعوذ بالله خیلی گذشته است. حقیقتا یک واقعه به یادم آمد که در دوران پیامبر صلی الله علیه و سلم در مدینه منوره شده بود. پیامبر صلی الله علیه و سلم با یهودی اهل مدینه، یک چند قبیله های یهودی بود، بنی قینقاع، بنی نضیر، بنی قریظه، یهودی ها بود. پیامبر صلی الله علیه و سلم با آنها عهدنامه صلح بسته بودند، ولی یکی از همون قبیله ها که با نام قبیله بنی قینقاع بود، یک زنی مسلمه به یک دکان می درآید. دکان یهودی بود. آنجا یک چند یهودی ها نشسته بودند و می خواستند که ستر آن زنی مؤمنه، آن مسلمه را چیکار کنند؟ کشایند. از او خواهش میکنند، او هرگز راضی نمی شود، رد میکند. ولی یکی از همون یهودی ها از قفای آن زن پنهانه آمده لباس های آن زن را میبندد. در یک جا میبندد که همین خیلی میبندد که وقتی آن زن مسلمه از جایش میخیزد، ستر او کشاده میشود. سبحان الله، عیناً گویا مثل همون حادثه شده ایستاده است. نعوذ بالله امروز در روز روشن در یک کشوری که قریب 100% آن مسلمان هستند، کشوری که همه مؤمن و مسلمان هستند و پایبند قوانین شریعت هستند، امروز آشکارها مردها چنین ناموس و غیرت و مردانگی خود را نمیدونم از دست داده ایستادند که ستر زن مسلمه را چیکار کرده ایستادند؟ کشاده ایستادند و امر کرده ایستادند و حتی قانون هم برآورده ایستادند که باید چیکار کند؟ ستر امروز منع شده ایستاده است. و برمیگردیم به همون قصه بنی قینقاع، آن مرد یهودی که بر ناموس زن مسلمه دست دراز میکند و با سبب همون کارش ستر آن زن کشاده می شود. آن زن مسلمان ندا میکند که آیا مرد از مسلمان ها هست؟ کجاست مردان مسلمان که در این حالت یکی از صحابه ها، یکی از مردان مسلمان می بیاید و با آن یک چند یهودیانی که در آنجا بودند با آنها می جنگد و همان یهودی که ستر آن زن را کشاده بود آن را به قتل می رساند. و در این حالت بود که تمام یهود جمع می شوند بالای سر آن مرد مسلمان. آن مرد مسلمان زن را چیکار می کند؟ می گوید خواهر از اینجا رو، و می گریزد، می رود آن زن و آن مرد را، آن مرد مسلمان به شجاعت را چیکار میکنند؟ به قتل میرساند یهودا. اینجا بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم برای ناموس آن زن و برای خون آن صحابه، پیامبر صلی الله علیه و سلم تمام لشکر مسلمین را کشیده به قبیله بنی قینقاع میبیایند. پیامبر صلی الله علیه و سلم و طول 2 هفته پیامبر صلی الله علیه و سلم و بنی قینقاع یکی از پرزورترین و پرقوتترین قبیله های یهود بود. آنها سلاح داشتند و قلعه داشتند. پیامبر صلی الله علیه و سلم 2 هفته چیکار میکنند؟ قلعه آنها را محاصره میکنند، گرد قلعه آنها را محاصره میکنند پیامبر صلی الله علیه و سلم. و بعد از 2 هفته یهودی بنی قینقاع زیر حکم پیامبر صلی الله علیه و سلم تسلیم میشود. همه این برای چی؟ برای ستر یک زن مؤمنه و یک ستر زن مسلمه. پیامبر صلی الله علیه و سلم تمام لشکر مسلمان ها رو به چی میکشن؟ به قبیله بنی قینقاع. بعد از 2 هفته یهودا تسلیم میشوند. پیامبر صلی الله علیه و سلم قرار یک فرمان صادر میکنند که تمام مردهای یهودا به قتل رسانیده شود. که اینجا سردار منافقان اهل مدینه عبدالله ابن ابی ابن سلول می بیاید و به نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم یک چند روزها پیش
بعد از جنگ بدر اسلامش را اعلان کرده بود ولی باطنا منافق بود، چنانه که الله حق سبحانه و تعالی در سوره بقره بیان کرده است و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر وما هم بمؤمنین فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب الیم بما كانوا یکذبون. الله میگوید از بین مردم انسان‌های هستند، نفرهای هستند که آنها میگویند ما به خداوند و به روز قیامت ایمان آوردیم، ولی آنها در حقیقتا ایمان نآوردند. آنها فقط با زبان میگویند ما مؤمن و مسلمان هستیم، اما در قلب آنها کفر جایگیر شده است. فی قلوبهم مرض، الله میگوید در دل آنها مریضی هست، بیماری هست. فزادهم الله مرضا، و الله حق سبحانه و تعالی اگر امروز توبه نکنه، آن نفرانی که امروز در دل بیماری داره و بر ضد اسلام مثل ابی ابن سلول امروز مبارزه بردن میخواهد، امروز آشکار جنگ علیه اسلام و تعالیم شریعت اعلان کرده ایستاده، اما دعوای مسلمانی میکنه، اگر امروز از آن بیماری هایی که در قلب داره توبه نکنه، فزادهم الله مرضا، الله حق سبحانه و تعالی میگن بیماری هاش تا رفت زیاد میشوند ولهم عذاب الیم، و آنها را چه است؟ عذابی دردناک و المناک منتظر است. سبحان الله. عبدالله ابن ابی ابن سلول میبیاد به نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم، خواهش میکند، زاره میکند، التماس میکند، یا رسول الله میگوید، حتی میگویند دستانش را به جیب پیامبر صلی الله علیه و سلم میدرورند. پیامبر صلی الله علیه و سلم ارسلنی میگویند، وای حق ارسلنی، دستت را بگیر از من. غضب‌آلود میشوند، اما زاره و التجا میکند که یا رسول الله. منافق بود، میگوید آنها شریکان من هستند، یهودا را در نظر دارند. عفو کن، میگوید پیامبر صلی الله علیه و سلم، با امید آنه که این منافق توبه کند، با امید آنه که میگویند این نوع اسلام را قبول کرده است، با امید آنه که ایمانش زیاد شود، پیامبر صلی الله علیه و سلم به همین خاطر چیکار میکنند؟ عفو میکنند، به شرطی که میگویند همه مردان یهود که آنها فتنه‌کار بودند، آنها علیه اسلام مبارزه میبردند و چنین فسادکاری میکردند، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند به شرطی که همه آنها از مدینه برآمده خارج میشوند و همه آنها به یک ازرعود گفتگی جا به یک سرزمین برآمده میروند و بعد از چند مدت میگویند مورخین که آنها هلاک میشوند. ببینید عاقبت آنهایی که علیه اسلام و تعلیمات اسلام و شریعت الله مبارزه میبرد چی شد و چی خواهد بود امروزه آن نفرانی که علیه تعالیم اسلام. البته ما اینجا دلیل فرض بودن حجاب را بیان نمی کنیم، زیرا اینکه حجاب به همه مؤمن و مسلمان معلوم است که با آیات های قرآن، با دلیل های قطعی و با احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم هر یک مسلمان باید داند که حجاب فرض است و مسلمان امروز ستر کردنش حتمی است و هر زنی که به بلاغت رسیده است و عورت خود را ستر نمی کند و یک فریضه الله را پایمال کرده ایستاده است و گناهکار شده ایستاده است. و آنهایی که رویمال زن مسلمان را کشیده ایستاده اند، آنها ضد حکم الله مبارزه برده ایستاده اند. یعنی آنها گویا دعوا دارند که دعوای اسلام و مسلمانی، ولی با تعلیم اسلام و با خداوند جنگ اعلان کرده ایستاده اند. نعوذ بالله. و علاوه بر آنه که شریعت الله امروز این را قبول ندارد، منطق سالم هم این را قبول نمی کند. برادران عزیز، امروز با بهانه فرهنگ بیگانه و لباس بیگانه امروز مبارزه علیه اسلام و تعلیمات اسلام و علیه سطر امروز مبارزه شده ایستاده است. آیا آن دختران و آن زنهایی که امروز لباس افرنجی، لباس اروپایی میپوشند یا به قول مینی یوبکه میپوشند یا نیم برهنه میپوشند، آیا آن به فرهنگ ما و شما یگان ربط یا دخالت دارد؟ برای چی ما علیه آن مبارزه نمیبریم با نام فرهنگ ملی یا فرهنگ بیگانه؟ امروز آیا سبحان الله برادران عزیز، مردم به مریخ رسیده ایستاده است. ما تا حال فرهنگ بیگانه و اینو با یک سطر زن یا با ناموس امروز
کل مردم مبارزه میبریم و به ناموسشون میرسیم. سبحان الله. این بود بعضی گفته های بنده در این موضوع. الله حق سبحانه و تعالی را دعا میکنیم که آن نفرها اگر سزاوار هدایت باشند، الله را دعا میکنیم که الله هدایتشان کند و الله حق سبحانه و تعالی را دعا میکنیم که الله تمام زنهای مسلمان ها و تمام زنهای با عفت را الله حق سبحانه و تعالی در پناه خودش حفظ و محافظت نماید تا نوار آینده. الله نگهبانتان باشد.